این روزا تو فضای مجازی پر شده از گربه‌های بامزه‌ای که با هوش مصنوعی ساخته شدن. منم امروز قصد دارم آموزش ساخت این ویدیوی بامزه رو به شما بدم. ما توی این آموزش از ابزارهای هوش مصنوعی VO3 و سورا 2 استفاده می‌کنیم. بریم برای آموزش. ما برای اینکه قدرت ایده پردازی هوش مصنوعی جمینای و چت جی پی تی رو هم اندازه بگیریم، برای ویدیو سورا 2 از چت جی پی تی استفاده می‌کنیم و برای ویدیوی VO3 از گوگل جمینای استفاده می‌کنیم برای ایده پردازی. اول از همه و قبل از شروع آموزش باید از VPN استفاده کنیم که سرور انگلیس یا آمریکا رو داشته باشه. برای مثال من از VPN ویتورای استفاده میکنم و الان به سرور US وصل شدم. اگه میخواین متوجه بشین که سرور VPN شما کجاست، کاری که من میگم انجام بدید. کافیه که توی مرورگرتون بنویسین What's my IP. اینجا براتون یه سایتی میاره، چندین سایت مختلف است. برای مثلا من رو اولیه میزنم و به من میگه که لوکیشن VPN من کجاست. اینجا آتلانتا، یونایتد استیتس. بعد از اینکه VPN تون رو اوکی کردین، نیاز داریم به یک ایده جذاب برای تولید ویدیو. ما بار ایدهمون رو از چت جی پی تی میگیریم. پرامپت رو مینویسم. من میخوام ویدیو هوش مصنوعی درست کنم که یک گربه با مزه نقش داشته باشه و در حال بازی کردن با یک توپ باشه. ساده ترین حالتیه که میتونیم یه پرامپت رو پیدا کنیم، یعنی ابتدایی ترین حالت ممکنش. حالا یک ایده رو داریم. بعد از اینکه پرامپت رو گرفتیم، حالا وارد سایت سورا 2 میشیم. قراره ما یک بار با سورا ویدیو رو بسازیم و یک بار با VO3. پس الان وارد سورا میشیم. sora.com رو مینویسیم. اگر قبلا شما ثبت نام کرده باشین، این سایت راحت برای شما بالا میاد. ولی ما با اینو فعلا کاری نداریم و میخوایم پرامپت خودمون رو وارد کنیم. من اینو از اینجا کپی میکنم و اینجا پیستش میکنم و منتظر میمونم. اینجا یه پیامی به ما نشون میده که تو صفحه انتظار ما رو قرار داده. با زدن روی این گزینه ما میریم به بخشی که ویدیوهای ما در حال جنریت شدن، بخش درفت. مثل اینکه ویدیومون ساخته شده، حالا باید منتظر باشیم که ببینیم اون ویدیویی که به ما تحویل داده دقیقاً چی. روی ویدیو بزنیم ببینیم که برامون چی ساخته. اینم ویدیویی که سورا 2 برامون ساخته. واقعاً تشخیصش از واقعیت خیلی سخته. این نتیجه همون پرامپت ساده‌ایه که ما از چت جی پی تی خواستیم. می‌بینیم که خیلی قشنگ همون چیزی که خواستیم و برامون درست کرد. یه بار دیگه میریم و میگیم که خودت برامون ایده بنویس. دوباره میریم سراغ چت جی پی تی و بهش میگیم که یه ایده از خودش بنویسه. نوشتم حالا یک پرامپت از ایده خودت بنویس که بامزه باشه. من بدون اینکه این پرامپت رو بخونم میخوام فقط خلاقیتش رو ببینم. وارد سورا میشم و مجدد روی این گزینه میزنم و از اینجا پرامپت خودم رو وارد و دوباره مجدد باید منتظر باشیم تا برامون بسازه. بریم ببینیم چه ویدیویی برای ما ساخته. واقعا بامزه است. خیلی بامزه شده، خصوصا صورت این گربه. موقع کار کردن با هوش مصنوعی، پرامپت نویسی یکی از نکات مهمیه که شما باید رعایتش کنید. اگه نمیدونی پرامپت نویسی چیه و دوست داری که پرامپت نویسی رو حرفه‌ای‌تر یاد بگیری، من یه ویدیویی دارم این بالا گذاشتم. اگه خاصی میتونید روش بزنید در مورد پرامپت بیشتر بدونید. در آینده هم قراره بیشتر در مورد پرامپت نویسی باهاتون صحبت کنم. این دفعه وارد سورا 2 میشیم و میخوایم که یکی از ایده‌هایی که بقیه اجرا کردن رو تبدیل به گربه کنیم. برای مثال چیزی که من میخوام درست کنم، میگم توی این ویدیو به جای یکی از شخصیت‌های مرد از یک گربه استفاده کن. ببینیم میشه یا نه. روی گزینه ریمیکس میزنیم و به جای یکی از افراد داخل تصویر از یک گربه استفاده کن. ویدیومون رفت برای پردازش و تولید و منتظر میمونیم تا درست بشه. ویدیو ما ساخته شده. بریم ببینیم برای ما چی ساخته. من واقعا نمیدونم چی بگم، ولی زیاد جالب درست نکرده، اما اون چیزی که میخواستیم اضافه شده. حالا اگه خود جزئیات خودمون رو دقیق‌تر بهش ارائه بدیم، مطمئناً خیلی دقیق‌تر و خیلی بهتر میشه. ولی اینکه این گربه رو تونسته اینجا بیاره باحال شد. حالا میریم سراغ جمینای. ما از جمینای میخوایم یه پرامپتی بگیریم که یک ویدیو با VO3 بسازیم. من پرامپت از قبل نوشتم و براتون میخونم. پرامپت تکست تو ویدیویی بنویس که یک گربه در حال بازی کردن با یک توپ کاموایی باشه. برای VO3 همینجوری خیلی ساده بهش پرامپت میدم. پرامپتی که به ما داده دو حالته. یه دونه پرامپت ساده داده، یه دونه پرامپت با جزئیات بالا، یعنی های دیتیل پرامپت داده. من اینو کپی میکنم و وارد فلو میشم و کرییت میزنم. روی نیو پراجکت میزنم و از این قسمت گزینه تکست تو ویدیو رو انتخاب میکنم و پرامپت که به ما داده رو وارد میکنم. روی کلیک میزنیم و منتظر میمونیم که برای ما بسازه. ویدیو ما ساخته شد. حالا بریم ببینیم که برامون VO3 چیکار کرد.
خیلی ویدیو جذابی شد. من خودم اینو خیلی دوستش داشتم. خیلی واقع گرایانه و خیلی طبیعی تر بود. توی پرامپت نویسی جزئیات خیلی مهمه. پس اگه می‌خوایم پرامپت بهتری داشته باشیم، سعی کنین جزئیات رو داخلش رعایت کن. اگه می‌خوایم در مورد پرامپت نویسی بیشتر بدونین، برام حتما کامنت بذارین که من در موردش ویدیو بیشتر درست کنم. ویدیویی که امروز با هم دیگه ساختیم خیلی ساده بود و قصدمون اصلا پرامپت نویسی نبود. فقط می‌خواستیم با این دو تا هوش مصنوعی یاد بگیریم که ویدیو بسازیم. اونم ویدیوهای گربه‌ای. این دیگه همش برمیگرده به ایده و خلاقیت شما. اگه از این جور آموزش‌ها بیشتر خوشتون میاد، کانالمون رو داشته باشین تا آموزش‌های بیشتر رو از دست ندید. خب اینم آموزش ساخت ویدیوهای هوش مصنوعی برای گربه‌های بامزه. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. نظرتون هم در مورد ویدیو هوش مصنوعی برام بنویسید. کدوم یک از این ویدیوها بهتر شده بود به نظر شما؟ تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار.